آیلا جون اصلا نمیخوام یه ذرم کریم فوت واسم بزنی. عجب ببینم پس بریم برات گوستازی به روش کانترینگ رو اجرا کنم. اوکی یه بوستت. وای از اونی هم که میخواستم بهتر خدا شده. رو شکر. چقدر سبکه نگاه کن. دیگه خودت مراحل کارو دیدی که بدون ذره‌ای از کرم بود چقدر کاور بالایی داده.